سلام، روز بخیر. خوبین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قرار این کلاه ببافیم. تمام شدهشو نشون میدم در ابتدای ویدیو که ببینید چجوری بافته شده. با 2 میل همه دونه ها، مدل بالایی فقط دونه ها از زیر بافته شده و لبش یکش بافه ساده هستش. مطمئنم که دوستانی که مبتدی هم هستن میتونن به راحتی اینو ببافن و لذت ببرن. پس با من همراه باشید. اسم نخ آلیزه آنگرگولد. خب یه نخ نسبتا نازک و ظریفه. میخوام دولاش کنم. 100 گرم هم هستش و توضیحات کامل داخل برچسب اینجا نوشته شده. میخوام اینو دولا کنم. ببینید شماره میل با قلاب اگه میخوایم ببافیم، با 2 میل، با سیم گرد، همش اینجا نوشته جنسش هم مشخصاتش که گاهن بعضی از دوستان میگن از کجا بدونیم با چه شماره قلاب یا میلی ما مدلمون رو ببافیم. من از 2 تا نخ استفاده کردم، یکی کافی، اضافه هم میمونه چون میخوام دولا کنم و 2-3 تا از این نخ 100 گرمی کلاه ببافم. انشالله بعدنم بعد این آموزشم یه مدل دیگرم بهتون نشون میدم. خب دوستان عزیز، میلی که استفاده کرده میل سیمی 40 سانتی متر و 4 میلیمتر قطرشه. عزیزانی که نمیتونن حتما با 2 میل هم آموزش میدم. در ابتدای ویدیو گفتم با 2 میل، ببخشید عذرخواهم، با میل سیمیه، میل گرد. به این صورت ما سر میندازیم. دور سر 58 سانت بود. تعداد دونه ها 62 جفت که میشه 116 دونه به اضافه 1 دانه اضافی که در آخر بهتون میگم میخوام چیکار کنیم که میشه جمع 117 تا دونه. خب ببینید اینم میشه 117 تا دونه. یک گره کوچیک میزنیم تا کارمون شل نشه. الان بافت کلاه رو میخوام شروع کنم. قبلش توجه کنید که این سمت دونا همه به رو باشه تا پیچ نخوره. با استفاده از دونه اضافه خب این سمت و اون سمت رو به هم وصل میکنیم. یه دونه از ببینید سمت راست برمیداریم و یه دونم از سمت چپ میندازیم روی دونه. بعد اینجوری رها میکنیم دونمونو. دونه میل سمت چپ رو میندازیم روی میل راست و شروع میکنیم برای بافتمون. یه دونه از زیر، یه دونه از رو میبافیم تا انتهای این رج. تکرار میکنیم دونه ها یکی زیر، یکی رو. دوستان عزیز، برای کم کردن یا زیاد کردن دونه ها باید در آخر فقط عدد زوج باشه. این کلاه مناسب افراد بزرگساله. شما میتونی کوچیک‌ترم ببافید. برای کودکانم فقط دونه هاتون در آخر باید زوج باشه، نه فرد. یه دونه اضافه که فرده اونو فقط به خاطر اینکه ما میخوایم کلاه رو وصل کنیم چون میل گرده. انشالله به زودی با 2 تا میل براتونم آموزش میدم انواع کلاه ها رو.
من فراموش کرده بودم ابتدای بافت باید نشانه گذار میذاشتم که الان رسیدیم برای رج دوم. من این کار رو میکنم. در رج دوم دونه هایی که به زیر میبافیم، دونه هایی که به رو میبافیم. ما این کار رو تکرار میکنیم تا انتهای رج، ولی خب 18 رج پشت سر همین کار رو تکرار میکنیم. یه دونه زیر یه دونه رو، پس 18 رج. خب ببافین این 18 رج رو برگردیم. من این اندازه که دوست داشتم بافتم. حدود 7.5 سانت شد. آره درست 7.5 سانت شد لبش. دونه آخریمونم ببافیم که به روه. نخو پشت کار میندازیم، نشانه گذار رو در میاریم. گندمی رو، اینم گندمی زیر. به این صورت ببینید برعکس کنید کلاهو. میگم چرا؟ به این صورت. من پشت کار رو روی کارم خیلی عالی گندمی، چون با دست راست من نخو گرفتم. متوجه شدین دیگه، اکثر عزیزان نخو دست چپ میندازن. این پشت کارم خیلی شکیل تر از روی کارم بود. به خاطر این ببین این دونه های روی میبینید اینجوری میخوام کلاه برگردم که مرتب بشه کارم، که توی بافت دور دوم لبه کلاه بهتون میگم چرا. برای شروع لبه برگردون یه دونه اضافه میکنیم، چون که برگردونیم این یه حفره میفته و مدل ما بد در میاد. یه دونه اضافه میکنیم، نشانه گذار اینجوری میذاریم اینجا میل. در انتهای این رج لبه برگردون خیالتون راحت اون دونه اضافی رو میگیریم. برای شروع دونه ای که زیره خب نمیبافیم، دونه های رویی رو میبافیم به رو. دونه ها رو به رو میبافیم. دونه هایی که به رو ولی دونه های زیریمون رو نبافته میگیریم روی میل. تا انتهای این رج این کار رو تکرار کنید. رسیدیم به انتهای یک رج که بافتیم برای خط تای ثابت. 2 تا دونه که موند، اون یه دونه اضافه بود به خاطر اینکه نخواستیم کارمون حفره بیفته. اون 2 تا دونه آخر که موند 2 تا رو یکی میکنیم. مثل من انجام بدین. دیدین چقدر با سلیقه شد؟ خب نخو میندازیم پشت کار، مجدد نشونه گذار رو میذاریم. خب شما میتونید این خط تای ثابت رو 2 رج ببافید.
2 رج. خب من 1 رج بافتم، 2 رجم ببافین عالی میشه. خب دونه هایی که به زیر میبافیم، دونه هایی که به رو میبافیم. نه کم میکنیم، نه اضافه میکنیم، نه چیز دیگه. چون لب دومی هم که میخوایم، مرحله دوم بافت لبه هستش که کش بافت 1 زیر 1 رو. خب میبافیم دونه هایی که به زیر، دونه هایی که به رو میبافیم. یه چند رج ادامه بدین مثل اون لبه پایینی که 7.5 سانت بود، این هم 7.5 سانت ببافین. یه 17-18 رجی اندازه گیری کنید، ببینید 7.5 سانت اگه شد تموم. تا برگردیم با مدل کلاهمون، اون بالای کلاه و مدلمون رو ببافیم که خیلی ساده هستش. تا انتها ببافیم چند رج، برگرد. یه چند رج بافتیم، تمام شد لبه کلاهمون. نشانه گذارم در میاریم، اندازه گیری میکنیم ببینیم چقدر شد. درست شد 15 سانت. وقتی کشیدیم یکم شد 16 سانت. لبه پایینی 7.5 سانت بود. خب لبه بالایی رو 8 سانت ببافیم بشه 15 سانت. من کشیدم شده 16 سانت. یه رج اضافه تر ببافین لبه بالایی. خب دیگه تمام شد. ببینید شروع مدل بافتمون خیلی خیلی آسان و خیلی شیک. توی رج اول مدل بافتمون همه دونه ها رو ما از زیر میبافیم. همه دونه ها رو از زیر میبافیم. این رجو تا انتها از زیر ببافین همه دونه ها رو. این مدل کلاه فقط از 2 رج تشکیل شده، از 2 رج که فقط از زیر بافته میشه. رج اولش که همه دونه ها از زیره، رج دومش یه ترفندی داره که الان تو رج دوم بهت نشون میدم که رج اول و دوم مدام تکرار کنی تا به اون ارتفاع کلاه برسی. دونه آخرمون هم ببافیم از رج اول مدلمون. نشانه گذار در میارم، میدم 1 میل. توی رج دوم مدل نگاه کنید دونه هایی که زیره، از پایینم نگاه کنید متمه دونه ها از همون اول زیره به زیر. خب دونه رو برمیداریم نمیبافیم، نبافته میندازیم روی میل. نگاه کنید همه دونه ها از زیر. دونه دومی که بروه از زیر میبافیم. برو منظورم اینه که اون پایین بود کشباف میبافتیم لبه ها رو، اونو گفت. بعد مجدد دونه ای که به زیر نبافته میگیریم به میل. دونه بعدی رو میبافیم مجدد به زیر. اگه مثلا میگم که بروه اون پایینا میگم که فراموش نکنید. و الا تو همین رج دوم از مدل یه دونه رو نمیبافیم، به زیر برمیداریم میندازیم، انتقال میدیم به میلمون. دونه بعدی رو به زیر میبافیم. پس شد یکی رو نبافته به میل میگیریم، دونه دومی رو بافته خب به زیر میبافیم. اصلا به رو بافتنی نداریم ما. پس رج دوممون
یه دونه رو نمی بافیم، میگیریم به میل، دونه کناریش رو به زیر می بافیم. یه دونه نبافته، دونه بغلیش بافته، اونم به زیر. پس رج اول و دوم هی تکرار میکنیم. رج اول همه دونه ها تا انتها به زیر، رج دوم دونه اولی نبافته به میل گرفته میشه، دونه کناریش به زیر بافته میشه تا انتها. این دوتا رج رو تکرار میکنیم مدام تا به اون ارتفاعی که میخوایم برسه، بلندی کلاهمون. نگاه کنید، خیلی آسون، خیلی هم شکیله، فقط حوصله میخواد که مطمئنم میتونید ببافید. ببینید تا بزنیم لبه خط تایی که بافتیم، دیدین چقدر قشنگ مشخصه، چقدر هم خوب تا میشه. خب تا میزنیم مدلمون رو میبافیم، اون دوتا رج رو تکرار میکنیم مدام. مدل کلاهمون تمام شد. اندازه گیری میکنیم ببینیم چند سانته از قسمت بالا تا لبه کلاه میشه. 12 سانت اون لبه بالایی که بافتیم و تا خوردش میشه، مقدار بکشیم میشه 20 سانت. خیلی کم زیاد نکشینا. باز میکنیم لبه ها رو، مجدد خط تا رو باز میکنیم. کلاه ها از قسمت بالا تا لبه کلاه تا اون پایین جمع میشه 27 سانت. تا میکنیم کلاهمونو و شروع میکنیم به کور کردن دونه ها. دوتا دونه رو میگیریم به میل، یکی میکنیم مثل من. ببینید تو رج اول کور کردن نشانه گذار رو که میذاریم، دوتا دونه ها رو یکی میکنیم، یکی و دوتا میگیریم به میل، طبق تصویر جمع میکنیم میشه یکی. دوتا نگاه کنید، میگیریم به میل، جمع میکنیم بشه دوتا دونه یکی. این رج رو به همین روش، به همین صورت ببافیم. دوتا میگیریم به میل، یکی میکنیم. به همین ترتیب تا انتهای این رج میبافیم و کور میکنیم. رج دوم از کور کردن کلاه که توی رج دوم دونه ها رو همشو از زیر میبافیم، اصلا کور نمی کنیم. پس برای جمع کردن کلاه یا همون کور کردن کلاه یه رج ما دونه ها رو کور میکنیم، رج بعدی دونه ها رو میبافیم از زیر. این دوتا رج رو هی تکرار میکنیم تا به تعداد کمی از دونه ها ما برسیم، حدود 10 تا یا حالا 8 تا. داخل هر میل 4-5 تا دونه مونده، نخو قیچی کردم، به سوزن کشیدم و سوزن از داخل دونه ها دارم رد میکنم و به همین ترتیب میخوام جمع کنم کلاه ها دیگه. دیدین چقدر راحت بود؟ دیدین چقدر آسون بود؟ ایشالله ببافین و از بافتن این کلاه لذت ببرید. اگه از ویدیو راضی بودین، اگه دوست داشتین، خوشحال میشم
ویدیو رو لایک کنید. از کانال آشپزی منم دیدن کنید. کانال قلاب بافی منم دیدن کنید. 2 تا کانال دیگه دارم. هر 2 تاشو لینکشو قرار میدم توی کپشن ویدیو. اگه دوست داشتید میتونید کانال آشپزی منم تماشا کنید که کلی ویدیوهای مناسبتی و فصلی داریم. ویدیوهایی که خونگی دیگه، آموزش‌های خونگی عزیزان. طبق تصویر اینجوری جمع کنید کلاهتون رو مرتب. اضافات رو نخود نگاه کنید، نخود بکشید از داخل این نگاه کن، از بالای کلاه از داخل که جمع کردیم اینجوری بکشید سوزن رو بیرون و کار رو فیکس کنید و قیچی کنید. از نگاه ها و همراهی ارزشمندتون بسیار سپاسگزارم. شما رو تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.